تاجیک زاده وادی فرغانه هستید. نخواد که ملت خود را که تاریخی 1000 ساله دارد میده ملت گوید. من قبر پدرم را نیافتم، مگر این شرمندگی نیست؟ مردنم بهتر است. مرگی من بر این فرزندی پا بر لبی کوه رسیدم. میترسم. نه شما گمان نکنید که از مرگ. برادر جان، من از آن میترسم که مردم در غریبی بی صاحب نمانه. در 3 نمایشنامه نقش استالین را بازیدم سرکار، اما عنوان ارتیست خلقی اتفاق سویتی را برای اجرا کردن نقش لنین گرفتم. در آغاز بنیاد شدن تئاتر ملی ما اکثریت هنرپیشگان معلومات میانه یا اینکه تماما به معلومات بودند، چون که آن سالها دانشکده های صنعت وجود نداشتند. همه از دسته های خود فعالیتی یا اینکه از بین مردم می آمدند. بعد 30 سال باز همین انعنه گفتن ممکن است که تکرار یافت. سال 1958 یک طلبه صنف 8 به تئاتر به کار آمد. نام وی عطا محمد جانوف بود. وی در شهر استالیناباد سال 1940 2 سپتامبر تولد یافته است. در عائله خدمتچی. مادرشان خانه نشین بود. این بچه یک در سن 7 سالگیش از پدرش محروم می شود. مادرش همراه فرزندان تنها می مانند. روزهای وزنین از خردسالی به سر این بچه یک، این پسرچه می آید. خیریت برادر کلانیش تشویش روزگار را به سر می گیرد، لیکن این تشویش روزگار نه این که به این برادر کلانی بلکه به برادر خردی عطا هم نصیب می گردد. وقتی که برادر کلانیش در صدمه نقلیات مجروح می شود و چندین ماه ها در کسلخانه می خوابد، مادرش و هم عطای خردسال اکنون کلانترک شدگی بود، مجبور می شود که به کار درآید. و از بس که صنعت را دوست می داشت حتی در محفل مکتب اشتراک می کرد. بار آنها حتی مرگ سودخور را در صحنه مکتب نشان دادن و رول نقش قاری اشکمبه نصیب عطا محمد جان و خردسال گردید و بازیگرگی بودم این رولم. بعد در مکتب در خانه پیانیرها در دسته خود فعالیتی اشتراک کرد و از بس که خانه اشان به تئاتر نزدیک بود، این پسرچه روستی بعضا مادرش را آگاه کرده به تئاتر می دوید و سپکتاکل های تئاتری لاوتی را تماشا می کرد. آن سالها بسیار تماشاهای عجایب نشان داده می شدند و عطای خردسال مفتون بازی اکتورهای مفتون بازی صحنه بود و آرزو داشت که خودش هم در صحنه برآمد کند، محض در همین تئاتر، در همین صحنه. اکنون که و قریب 17 ساله شدگی بود و از بس که در خانه هیچ کس کار نمی کرد، برای قوت لایمود شده به پیش دیرکتور تئاتر محمد جان قاسمов آمد و زاروی تولا کرد که
او را به کار قبول کنند و قاسموف راضی شد. این جوانی از مکتب آمده را به تئاتر قبول کردند. همون سال 58 که وی به تئاتر آمدگی بود، فیلیال تئاتری به نام لاهوتی گشاده شد در نزد بنای تئاتر لاهوتی. اون وقت همین حاضر بنا نصیب آن گردیدگی بود، نصیب تئاتر به نام لاهوتی شدگی بود. در این فیلیال ختم کنندگانی استودیوی تاجیکی آموزشگاه تئاتری به نام شپکینی شهر مسکو آمدگی بودند. آنها همین زمینه همین تئاتر را تشکیل دادند و سال 59 در یکی از نمایش‌های نوی همین تئاتر عطا محمد جانوف برآمد کرده بود. البته جوان 17 ساله وقتی که به تئاتر می آید و از دنیای تئاتر تماما بیخبر است، معلومات ندارد و یک باره وی را تربیه کردن این کار دشوار می باشد. لیکن طبیعت به وی بسیار چیزهای دادگی بود. هم لیاقت اکتوری پیش از همه، این خداداد البته می باشد، یعنی از طبیعت به وی همین لیاقت داده است. هم علامت های ظاهری وی، قد قامتش بلند، زیبا، نازکک، آن سالها وی جوان بود، آوازش بسیار زیبا، غوث، تأثیر بخش، طرح رویش قوی اراده، مردانه، دست و پایش خیلی بزیب. خلاصه علامت های ظاهری وی برای صحنه بسیار موافق بودند. همان سالها در تئاتر که از بس که استادان کار میکردند و از پیدا شدن این جوان خیلی خرسند بودند، چون که جوان ها نمی رسیدند و برای تربیه این جوان همه کوشش کردند، همه یاد می دادند، سبق می دادند و یکی از معلم های نزدیکی این هنرپیشه جوان کارگردان تئاتر حاج قل رحمت الله بودند. آن کس که خودشان معلومات تئاتری داشتند، یک وقتها در مسکو در استودیوی ازبکی خواندگی بودند. اکنون طول چندین سالها در تئاتر، هم در هنر اکتوری هم در هنر کارگردانی بسیار تجربه بلند به دست آوردگی بودند. اکتور چکل تربیه کردن در کار، چکل کشادن در کار، در سپیکتاکل ها، همه اون هنرهای اون کس ناز از خود میدانستن. برای همین هم عطا محمد جانوف را در یک قطار سپیکتاکل هایشان استفاده برده هر سفر کوشش میکردن که لیاقت اکتوری و کشایند. البته سالهای اول اندک از حد گذرانی یا اینکه عنصرهای ساخته در بازی عطا محمد جانوف مشاهده کرده می شدن. لیکن بدتر آیسته کارگردان ها، نه اینکه رحمت الله بلکه برهانوف و الکساندرین و دیگرها این اکتور را تربیه نموده و را به راه درست در آورده توانستند. همین طور گفتن ممکن است که عطا محمد جانوف طول 5-6 سال تیز به وای رسید. سال 60 یک گروه ختم کنندگان استودیوی تاجیکی اینستیتوت تئاتری به نام لوناچارسکی در هیئت ایجادی قبول شدگی بودند و همراه این اکتورهای جوانی دیپلمدار و با معرفت و آموزگارهای برجسته را از آموزگارهای برجسته سبق آموخته برابر شدن. بسیار کاری دشوار بود، چون که اینها همشون 5 سال خواندگی بودن در مسکو، میدانستند تمام قاعده قانونها، ملکه های صنعت اکتوری نصب از خود کرده بودند.
این بچه یک چین خوب این حالا نه معلومات میانه درست و نه معلومات عالی دارد بلکه فقط استعداد دیگر هیچ چیز نیست. لیکن کارگردان ها همراه وی کار کرده ایستاده آیسته آیسته تمام لیاقت وی را کشاده توانستند. گفتن ممکن است که سالهای 67 محمد جانوف از این پرورش باغبان ها همچون گل ناز شکفت. همین شکفتن وی در سپکتاکل رستم و سهراب که سال 67 برگزار گردید و این نسخه دوم سپکتاکل بود، چون که نسخه یکم سال 41 نشان داده شده بود و با قلم دیگر مؤلف ها اکنون این اثر را غنی عبدالله نوشتن و بسیار درامای خوب آفریدن و نقش سهراب با دو اکتور معلومات عالیناک هاشم گدای و اکتور بی معلومات یعنی اکتور از طبیعت آمده عطا محمد جانوف سپارده شد و هر دویشان هم بسیار ناز برآمد کردند. هر دویشان هم از بس که فردیتی خاص داشتند و طور خود توضیح دادند. بازی اینها را برابر کرده نمیشد چون که هر کدامشان از دید خودشان ابراز آفریدند. عطا برای این رول بسیار مناسب بود، بسیار صحنه زیب بود. پیش از همه علامت های نشانه های ظاهری و ضرور آمدن، هم قد و قامت، هم سخنرانی ها، هم طرز کشادن دنیای معنوی قهرمان، هم در گفتار نطق قهرمان دل وی را خالی کرده توانستند. خلاصه بسیار چیزها مناسب بود و عطا محمد جانوف در این سپکتاکل سهراب را با لحظه های گوناگون تصویر کرده توانست. هم ما ببینیم یک پهلوانی جوان را که مثل شیربچه تیار است بر خلاف دشمن برخیزد و جنگ کند، هم یک جوانی که بار اول به دختر عشق بسته است یعنی به گرد آفرین دل بسته است و این دخترک را در میدان محاربه دیده عاشق می شود، هم جوانی که وی نمیداند که پدرش کیست. رستم چون که وی بی پدر کلان شده است میخواهد که پدرش را یابد و از پدرش فخر کند. خلاصه لحظه های گوناگونی همین قسمت سهراب در توضیح این اکتور جوان بسیار نقص نشان داده شد. گفتن ممکن است که هنر فاجعه‌ای صنعت فاجعه‌ای عطا محمد جانوف بار اول من در همین نقش سهراب کشاده شد. همینطور در تئاتر یک اکتور قهرمانی پیدا شد و از بس که موفقیت وی از سهراب طرف زیاد شدن گرفت، رژیسورها وی را پره استفاده می بردن. در دلهای سوزان وی اسد مقسوم را بازی کرد، در عبدالله رحیم بایف سربازان انقلاب نام یک سپکتاکل نقش عبدالله رحیم بایف را، خلاصه یک چند رول های قهرمان پی در هم آمدن گرفتن. در دلهای سوزان در نقش اسد مقسوم و یک انقلابچی را تصویر کرد که اول به انقلاب رو تافته با غلبه های انقلاب و پیش می رود، بعد از انقلاب رو می گرداند، دشمن انقلاب اکتبر می شود و همین طور تغییریابی همین قهرمان را اکتور خیلی باوری بخش تصویر کرده توانست. خصوصا وقتی که وی به طرف دشمن می گذرد و ضد انقلاب مبارزه می برد، این صحنه ها بسیار جالب بودن.
асад мақсум бо як қӯшини хурдакакаш зидди большевикҳо мубориза бурда истодааст. ришҳояш баланд шуданд, мӯйҳояш парешон, чашмояш сурх ҳастанду қариб ки аз хонааш бароянд. ниҳоят бадҷаҳл, ниҳоят бадхашм мебошад, сарбозонашро азоб медиҳад. вай медонад ки дигар ғалаба ба даст оварда наметавонад. умраш кӯтоҳ аст. албатта вайро торумор мекунанд, чунки қуввааш тораф кам шуда истодааст. ман ҳамин ҳолатҳои фоҷиавии ҳамин инқилобчӣ асад мақсумро актер дар саҳна, хусусан дар пардаи охир ниҳоят амиқ тасвир карда тавонист. дар абдулло раҳимбоев, дар нақши абдулло раҳимбоев бошад дар спектакли сарбозони инқилоб, вай баръакс як инқилобчии ҳақиқия нишон дод. абдулло раҳимбоевам ба тарафи бухоро гусел мекунад ҳукумат. хуб мехоҳад ки дар ин шаҳр ки аксул инқилобчиҳо яъне шӯриш бардоштанду мубориза бурда истоданду қариб ки ҷумҳурияти навро саррагун кунанд, мана дар ҳамин як вазъияти хело душвор абдулло раҳимбоев ба кор ба бухоро меояд ва аксари саҳнаҳо дар кабинет, дар утоқи кории ҳамин инқилобчӣ мегузарад. сарфи назар аз он ки вай ҳамеша бо кору бор машғул аст, актер бархӯрди шадиди қаҳрамони худашро тасвир карда тавонист. вай бо одамҳои гуногун гуфтугузор дорад, бо одамҳои гуногун кор мебарад ва намедонад ки кадоми инҳо дӯст ҳастанду кадомашон душман. дар симои баъзеашон ҳис мекунад ки ин шахс боварии касро намеорад, лекин рӯйрост зидди вай амал карда наметавонад. танҳо дар охири спектакл зидди олимбек ном яке аз инқилобчиҳо рӯйрост мубориза бурда макориҳою душмании вайро, хиёнати вайро фош мекунад. бадтар дар якчанд спектаклҳо ин актер дар ролҳои классикӣ ҳам баромад мекунад. хусусан вай дар асари шекспир ҳамлет ки соли 1979 нишон дода шудагӣ буд, вай роли шоҳ Клавдияро бозӣ кард. спектакл аз ҷониби коргардони ҳамонвақтаи театр чандон амиқ ва бисёр санъати баланд бо маҳорати баланд офарида нашудагӣ буд. хуб бинобар он дар спектакл баъзо қисмҳои он сус буданд, ансамбли хело ҷӯр вуҷуд надошт, баъзе образҳо мукаммал инкисоф наёфтанд, лекин иҷрои нақши шоҳ Клавдий дар иҷрои дар тавзеҳи ато муҳаммадҷонов яке аз комиёҳои бузурги ҳамин спектакл ба шумор меравад. баъд дар тамоман бо услуби дигар симои Войницкийро дар Ваня Таҳоном асари Чехов тасвир кард. пьесаи Чехов барои театрҳои тамоми рӯи дунё як кашфиёти тозаро овард. асарҳои Чехов дар амал гӯё ки задухӯрд надоранд. ҳама чиз пинҳон аст, ҳама чиз аз дарун оҳиста оҳиста инкишоф меёбад, аз дарун месабзад. задухӯрдҳо ниҳоят пинҳонӣ идома меёбанд. дар ин пьеса бисёр ибораҳо маънои чуқур доранд ки онҳоро кушодан лозим аст. ҳаёти ботинии қаҳрамонро рӯи рост дар задухӯрд нишон додан дар ин пьеса дар услуби Чехов мушоҳида карда намешавад. ва ҳунарпешаҳои мо бо ҳамроҳии коргардон Майбалиев бори аввал ба эҷодиёти ин нависандаи бузурги рус муроҷиат карда истода кӯшиш карданд ки услуби вая нағз аз худ кунанд. албатта азбаски ин муроҷиати аввалин буд, азбаски ин бори аввал дар саҳнаи миллиро зиёрат дорад, ҳама чиз
نقض به دست آورده نشد. نه همه اجرا کننده ها از عهده образهای برجسته برآمده توانستند، لیکن در این سپکتاکل دو обرаз اساسی، این وانیا تاغا و هم جانی و سونیا در اجرای صباحت قاسمова بسیار هم عمیق با اسلوب چخوف تجسم یافته توانستند. حتی محمد جان در سیمای وانیا تاغا واینیتسکی شخصی را تصویر کرد که سالهای دراز برای یک عالم خدمت میکند، در داچه و یعنی در باغات وی همراه جنش زحمت میکشد. تمام فایده که از این باغات به دست آورده می شود به همین عالم سریبریاکوف فرستاده می شود و عمرش گذشته ایستاده است و از بیفایده گذشتن عمرش غم میخورد. من همین زیایی که بسیار نجیب است و حیات شخصی ندارد، من همین سیما را عطا محمد جانوف با اسلوب کشادن حالت و روحیه قهرمان نهایت نازک افاده کرد توانستند. این یکی از کامیابی های بزرگ عطا محمد جانوف می باشد. نه تنها در کلاسیک روس غرب، باز در کلاسیک تاجیک هم همین خیلی ابرازهای برجسته آفریده شدند. این یکی از همین خیلی ابرازها این درامای ساتم اولوغزاده، علامه ادهم و دیگران می باشند که سال 1976 این اثر را محمود جان واحدوف در صحنه گذاشتند و عطا محمد جانوف در رول احمد دانش یعنی علامه ادهم برآمد کردند. چند سال، یک دو سه سال پیش همین خیلی فیلم ستاره شبستان در کینوستودیو تاجیک به نوار گرفته شده بود و رول احمد دانش را محمود جان واحدوف بازی کرده بودند. اکنون سیمای همین متفکر، همین روشن فکر، همین آدم بزرگ در سپکتاکل علامه ادهم با نام دیگر ادهم تجسم یافتگی بود. در سیمای ادهم اصلش احمد دانش را دراماتورگ در نظر داشت. پیس بسیار نغز نوشته شدگی بود و عطا محمد جانوف در رول اساسی، در رول من همین ادهم بسیار صحنه زیب و هم بسیار گفتن ممکن است که مواد عالی جناب پیدا کرده توانست. از خود یک نمودی همین قهرمان در حال حس کرده می شود که علامه ادهم این کس یک آدم دانشمند، یک متفکر، یک ادیب زبردست می باشند. یک کمزول زیبای شیرچای در تنشان، سله سفید در سرشان، یک ریش خیلی زیبا اطراف چهرهشان را آرا داده است. قدم ها، حرکت ها بسیار هم به تمکین می باشد. وقتی که این متفکری بخارایی مهمانای روسیه پشکوف و هم خانم وی را در حجرهشان قبول میکند و همراه آنها به گشت و گذار میبرند و در نزد یکی از مدرسه ها حاضر میشوند. همه روحانی بچه ها، ملا بچه ها و این مهمان ناخوانده یعنی روس ها با چشم دیگر نگاه میکنند و هنگامی که علامه ادهم مهمان ها را گسیل کرده از روی آداب پیتربرگی ها دست خانم را بانو را بوسه میکند، ملا بچه ها به دهشت بیافتند. چطور خوب تاجیک این دست زن روس را بوسید. یعنی از دو پلگپ غیبت مبارزه را سر میکنند. این مبارزه ها چنان اوج میگیرند که به شاگردان علامه ادهم هم دست میرسند. عبدالسلام نام یکی از شاگردهای خیلی امیدبخش علامه ادهم را به حبس میگیرند.
خب روزهای وزنین به سر علامه ادهم می رود. علامه ادهم چندین بار در پتربورگ همچون سفیر سیاحت کرده درباره دیگرگونسازی های امارت بخارا مکتوب به امیر نوشتگی بود و جواب نگرفت و حتی وقتی که وی با امیر هم صحبت می شود و با تمام عزت و احترام گفتگوزار می کند و لیکن یگان سخنی نیک را از ورد زبان امیر نمی شنود. این عالم، این متفکر، این ادیب در خانه برگشته غم می خورد. صحنه که دلش را علامه ادهم خالی کرده با پشکوف نام یک متفکر روس خالی کرده. خب میگوید که من همین قدر زحمت میکشم که این آدمای از دنیا به خبر، این آدمای جاهل را یعنی به فکر اندیشه آرم و اندکی در کشور ما یک بهبودی حاصل کنیم، خب یک دیگرگونی سازیم، آباد کنیم. این خرها میگوید گپی آدم را نمیشنوند. خب من همین صحنه را اکتور بسیار عالی جناب بازی میکرد و نوشته جاهای خودش را، کاغذها را پاره میتید. خب و قریب است که گریسته و پشکاف گفتنی هست که وی تنها هست، یا خودش گویا که دیگر هیچ کس و وی یاردم نمیرسانند که این مبارزه را تا به آخر ادامه دهند. و در آخر اسپکتاکل هم اکتور همین آهنگ را ادامه میدهد وقتی که با یک عذاب وی عبدالسلام را از جهالت این کافرها، خب این دنیا به خبرها خلاص میدهد و آنها را، عبدالسلام را همراه زوجه اش به جای دیگر گسیل میکند. پشکوف ها هم به پتربورگ می روند. دست پروری علامه ادهم نعمت جان هم به خواندن می رود و ببیند که تنها مانده است. قهرمان عطا محمد جان به ستون دستانش را مانده زار زار میگرید که وی تنها است و در این دنیای دهشت آور دیگر مبارزه برده نمیتواند. من همین قسمت دراموی عالم را اکتور از آغاز صحنه تا آخرش نهایت برجسته، نهایت تاثیر بخش تصویر کرده توانست. یکی از نقش های نهایت عالی جناب اکتور این موی سفید در افسانه های موی سفید نام درامه نورالله عبدالله می باشد. در این اثر که به موضوع معاصر یعنی به روزهای ما بخشیده شده است نقل کرده می شود که یک موی سفید در یک دیهات دوردست زندگی می کند و یک وقتها یک پسرش عباد به شهر کوچیده رفته است و بعد از چند سال بیخبر شده. خب درک نیست از وی، خب نه مکتوب بنویسد. بعد میفهمد که پسرش در همین دیه های آنها در یک جای آدم ناگذر، در یک جای جنگلزار، در کجای در یک غار روستی پیدا شده است و میفهمد که وی کسی را کشته است و اکنون گریزه شده است و پسر را که به این خطا به این گناه گرفتار شده است میخواهد نجات دهد. روستی از خانه به وی خوراک میکشاند و در خاندان همه حس میکنند که این موی سفید تغییر یافته استاده است. گاه غیب میزند، گاه پنهان میشود، نمی آید، چندان طرح رویش کشاده نمی شود. من همین قسمتی بدبختی انسان را اکتور نشان داده توانست و در صحنه های آخر وقتی که این عباد به دست می افتد و وی را آدمان اداره های مخصوص حبس نمودن، دستگیر کرده به حوله می آرند و
و از جنایت وی موی سفید آگاه می شود و روی راست ضدی پسر خودش دلش را خالی کرده و وی نفرت میخواند و عاق بکند. یعنی چنان عذاب روحی قهرمان را در همین لحظه اکتور تصویر کرده توانست که رحم کس به این اکتور می آمد. این یکی از درامه های خیلی خوبی بود که تنها با اجرای یعنی مهارت بلند همین اکتور این چیز به دست آورده، همین برخورد شدید به دست آورده بود، به دست آورده شد. اکتور ما عطا محمد جانوف صنعت تجسم کاری را با یارمندی کمک استادان تئاتر به نام لاهوده به دست آورده چنان شهرت بلند به دست آوردند که خریدارشان در تاجیک فیلم و ازبک فیلم نهایت زیاد شد. هم ازبک فیلم به خود دعوت میکرد، هم تاجیک فیلم. در بسیار فیلم ها این کس را استفاده بردن و اکتور ما هم در فیلم های تاجیکی هم ازبک فیلم نقش های برجسته را آفریدن. گفتم ممکن است که تئاتر برای عطا محمد جانوف اگر یک مکتب تربیه باشد، مکتب دوم مهارت را صیقل دادن این کینو شد. چون که در کینو بسیار رول ها بازی کردن. کینو این کس مشهور کرد. خب سالهای آخر بسیار فیلم های خوب را این کس تجسم نمودن و بند بودن و توسط کینو حتی این کس صاحب مکافات دولتی گردیدن و ابرازهایی که این کس در فیلم های سری دختر سوم و خب بعد از این صبح جوانی ما خلاصه یک چند فیلم ها که نقص های برجسته آفریده شد، اینها در تاریخ هم صنعت کینو هم تاریخ تئاتر تاجیک یک صحیفه های درخشان به شمار می روند. عطا محمد جانوف سال 2002 در به مناسبت 2500 سالگی است روشن در اورتپا حاضر شده، در صحنه کلان تئاتر کننده شده نقش کروش کبیر را ببازیدند. لیکن این اسب قیصر و این اسب ناآزموده آن کس را به زمین به بالای سیمین پرتافت و اون کس مینه اون کس سخت ضرب خورده است و دستورها علاج توابت این کسلی را سری وقت به دست آوردن نتوانستند و 9 سپتامبر سال 2002 ما این اکتور برجسته خودمان را تلف دادیم. افسوس که عطا محمد جانوف بسیار نقش های عالی جناب را، نقش های کلان را که آرزو داشتن هم در کینوی تئاتر بازی کنند نبازیده به دنیای دیگر گذشته رفتند. لیکن هنر آن کس، مهارت آن کس، یعنی فردیت آن کس از خاطر هیچ کس فراموش نخواهد شد.